بیا بشین اینجا یخ نکن. ماما چند دقیقه مونده به تحویل سال؟ نمیدونم فکر کنم 7-8 دقیقه. اینجا رو گوش کنید خیلی قشنگی. نگویمت که همه ساله میپرستی کن نگویمت. ماما یه چیزی داره تو تانگ ماریا میریزه. ببا مجید پاشو اینو بکشیم کنار. بلنشو بگرم کنیم. ای بای بالاخره کار خودشو کردیم بارون. خدا اینجام داره چکه میکنه. وای خونه زندگی ما ببین به چه روزی افتاد خدایا. کجا بریم تو؟ برم اینا رو نجات بدم حداقل. بابا بیا این بر دیگه. نگاه کن چه بلایی سر خونه زندگی اومد. مامان اون عروسک منم بیا عروسکم که عروسک چجوری؟ بلش کن بابا. عروسکم کجا بود؟ بیا اینجا. طاهر کجا داری میری تو؟ خودم آتاری پلیستیشن داشتم نشون سر خودم عد میکنه. همینجوری سر خود بلند میشه میره. 100 دفعه گفتم این سقف رو ایزوگان کنه این همسایه ها. اگه نصف شب رو سرمون خراب میشد چی؟ اومد غذای دیشب شما آخرمون شد. این میگه ایزوگان بابا جون. کجا برم 500 تومن پول بیارم ایزوگان کنم؟ حرفایی میزنی؟ خب بعد داداشت قرض بگیر. از اون دکترای بیمارستان قرض بگیر. من هرگز تو زندگیم دستم پیش کسی دراز نشد. خب آدم مجبور بشه دستش رو به خلق خدا دراز میکنه. مجبور خدا بزرگه. سلام 20 شده خونه شما بود؟ بله چی شده؟ چی شده بابا؟ سلام خونه اومده پایین. چی شده؟ چه بلایی سرشون اومده؟ امیرالمومنین دو سو زده به زلزله. نشسته بودیم دور حفظی. شما که نافتون داریم پس چه مشکلی داشته دیگه؟ نمیدونم همینه اون بالا آشغال جمع میشه آب میگیره سقف طاقت نداشته و قوار شده پایین. سلام آقا رسول. چی شده این صدا چی بود؟ سقف همه ریخته. یا حضرت شما خودتون سالمین بچه‌ها. خانم شما سالم سیدی خانم آقا یکی زنگ بزنه آتش نشانی. شماره آتش نشانی. آفرین آفرین. خب بیا دست. آتش نشانی نمیخواد برادر من اونا که برای ناودون که نمیاد. آقا بذار بیا نگاه بکنن یه وقت خدا نکنه خطر نداشته باشه کل ساختمون بیاد پایین. آقا جون نترس بیشتر از این نمیاد پایین خیالت راحت باشه. گرفت. سلام علیکم قربان. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. ببخشید این همسایه ما سقف منزلشون اومده پایین. بله. قدیمیه بله. نه خدا رو شکر کسی طوریش نشده. قسمت عمده سقف. بله. ناودون جلوش گرفته بود. گرفته آشغال. به ناودون ربطی نداره. ای بابا. به ناودون ربطی نداره. بسیار خوب آقا. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. چی شد؟ والا میگه که موردی نداره آقا نجیب فقط تو ساختمون نباید برین خطرناکه. آره. بعدش هم میگه چون آوار نریخته پایین به ما ربطی نداره بعد عمل بنا بیارین درستش کنین. ای بابا عمل بنا کجا میارین؟ عمل بنا کجا بود؟
من فکر نمی کنم بتونن اولی بیان. نه قطعا نمیتونن بیان. اولی عمل بعد چند روزی باید صبر کنن. چطوری صبر کنن بابا؟ سیلون و بیلون آواره میشن. راست میگن. مگه ما مردیم؟ خدا نکنه. ببین یه چند تایی مهمون تو خونه داریم. شما هم روش خیلی ما عزیزمون مهمون نداریم. آقا نجیب تو رو خدا. به جون خودم. به جون بابا ببریم خونه ما. آقا نجیب خونه ما هم هستا؟ راست میگه. خدا خونه فردا همین نزدیکی هستیم. چه باید بریم اینجا. سال تحویل شد. سال تحویل خداحافظ. جونم. اما اینام که رفتن با بایسه پس شما چرا به همسایه دروغ گفت؟ دروغ نگفتم عزیزم. نه خیر اینجوری گفتم پیش همسایه‌ها کم نیارم. شب عیدی که نمیشه مزاحم مردم شد. برو تو. نه یادم رفته بیا بود. برو پایین. خب پس چیکار کنیم؟ بریم شمال. شمال جا نداریم که مامان جان. کجا بریم؟ یه اتاق الان شما نمیشه گیر آورد. در ثانی نمیشه این خونه رو اینجوری ولش کرد که. بابا تو رادیو میگفتیم روز شب عیدی شهرداری تور تهران گردی گذاشته. خیلی هم ارزونه. با مینیبوس میریم از صبح تا غروب همه جای تهران هم میگردیم. راست میگه. برج میلاد هم میریم. آره همه جا از صبح تا شب خوشگذرونیه. تا شب خوشگذرونی میکنیم بعد شب کجا میریم تو این سرما؟ مسافر خونه هم همه پره الان گفته باشم. با چادر میزنیم. فکر بدی هم نیستا. از صبح تا شب میریم میچرخیم، شبم میام تو چادر میخوابیم. چادر داری مگه؟ آره چادر کوهنوردی من هنوز پایینه. باورتون نمیشه که پدرتون یک کوهنورد واقعیه. بیا پسرم بیا. بر سر من. حالا همه بلاها امروز بعد سرابی کنار ببینم. هیچی نشد. اینو الان میبندم. الان روشن نمیشه. روشنم میشه خوبم میشه. دو شاخه رو بزن تو پریز طاهر. چشم. دیدی. روشن شد. بله. تازه کجاش دیدی؟ ضد آبم هست. آب توش نفوذ نمیکنه به هیچ وجه. دلت خوشه یخ میزنیم این تو تا صبح. اختیار داری خانم. دارم میرم بخاری برقی بیارم. آخ جون مثل زمستون که کرسی میذاشتی. کی بود؟ شمایی؟ آره عزیزم. ریسه واسه چتونه؟ ریسه شو. اینم کرسیتون. دیگه چی میخوای؟ بزنش به برق پسرم. عالی شد. خوشگل شد. مرسی دستتون درد نکنه. این خوش دوسته. سلام علیکم. فکر نکنی نفهمیدیم خونه داشت نرفتی. بری دونه تو خونه همینجا بمونید تو چادر بخواب. اساسا که برقراره. بابا میگه میخوام بمونیم اینجا بچه‌ها سرما. مگه ما مردیم باید بریم خونه ما. کم ما کرم شما. دستتون درد نکنه. بلند شید بریم اونجا. نه به خدا همین راحتیم دیگه. خونه رو گفتیم ول نکنیم. بعدم که کرسی گذاشتیم دیگه. بله. کرسی ببینم کرسی زحمت کشیدی زهره جان. پس واجب شد ما میهمان شما. بله بفرمایید به دور خدا. کرسی بفرمایید. گرمای اینجا رو اینجوری سرنچه خاله بزغاله؟ بیا. باشه. سلام خاله بزغاله. علیکم سلام. خاله بزغاله اینو به طاهرم یاد دادم. طاهرم بلده. غذا بخور خاله بزغاله. آقا ببخشید این اتوبوس‌های شهرداری که برن تهران گردی کجا؟ دیر اومدی آقا. 2 تا اتوبوس اونجا بودن 8 صبح رفتن. 8 صبح؟ بله آقا. بعد چی شد تو که گفتی 9 که؟ فقط حد زدم. حد زدی؟ این نیست. نه بابا این نشنیدی گفت رفته. خودم بودم. من دارم دیروز اومده جهر من میخندی. عید نوروز
آقا ببخشید این ماشین ما در سایه ایزد تبارک برو بالا خودو که رسیدی کجا عزیزم این کار اشتباهی شده ببخشید مگه ماشین مال شهرداری نیست؟ چرا ولی دربست شخصیه ببخشید کجا میخوایم بریم شما؟ حالا ما می‌خواستیم امروز تهران رو بگردیم. خب ما هم چه جالب ما همینطور جا که هست بنز کافی بفرمایید. ولی با ما نیستم. خب از این به بعد دیگه با ما هستم بفرمایید. مزاحم نیستی؟ همه راضی باشم فقط تو خودت خیلی خوب همه هستن؟ اینا کیه؟ سفره جدیده؟ اینا رو دایی بابا دعوت کردن مهموناش اینا حالا مهمونای جدید ما هستن. بشین بابا دیگه بریم دیگه عزیزم هرچی شما بفرمایید. اینجا پیش داداش بشین اینجا بشین شاید کسی باشه جانم چه رسیدی خوشگله بریم که تلویزیون آقای راننده بزن توی دنده بریم طرف هفته پیر تا برسیم هم از این عزیزان یه پذیرایی مختصری میکنیم. این تفلکی هم دهنشون خوش شده. بابا ما که الان صبحونه خوردیم دیگه من یه قهوه اسپرسو میخوام اونم حتما ندیدیم. اتفاقا داریم به هر حال شما مهمون ما هستین دیگه. عذر میخوام با شیر میخوان یا بدون شیر؟ بدون شیر. بسیار ولی من با شیر معدم اذیت میشه. بس کفه اوله میخوام. بله مرسی. چای دار چای دار من یا پرتقال میخوام. چطور قمپلا بیا جو یه آب آناناس هم به من بدین چای دارچینی؟ دارچین زیاد ریختی؟ بله. کفه اوله؟ قهوه ساده؟ البته به پای قهوه‌ای که شما خوردین نمیرسم ولی بد نیست. چای ترش، قند پهلو، قندش هم بزنم پهلو دوستان به سمت چپتون نگاه کنید اینجا مسجد الجواده. در سال 1366 اولین موشک عراق به تهران بغل مسجد اصابت کرد. بالای مسجد. مسجد هم آسیب دید ولی بعد بازسازیش کردن. پس بی خود نمیگفت از صدام یزید کافر. این اول بخواست مسجدها رو بزنه. آره خاک تو سر. حالا به سمت راستتون نگاه کنید. این سینما دیاموند بود. این سینما در سال 1346 با فیلم اشک و لبخندها افتتاح شد. موزیکشو که یادتونه. آقا رحمان یکم آرومتر. اینجا امجدیه است، شهید شیرودی فعلی. مهمترین رویداد اینجا در سال 1947 بود که بازی جام ملت‌های آسیا اینجا برگزار شد که ایران اسرائیل رو 2-1 برد. گل‌هاش هم معین بهزادی و قلیشخانی زدن. آقای شکیبا میگن که گل‌هاش هم قلیشخانی و آقای شکیبا معین بهزادی زدن. بعدش هم مردم قهرمانا رو دست از امجدیه بردن تا میدون پرسیه. اینجا کاخ گلستانه. دوستان بفرمایید. این محوطه در زمان صفویه معروف به چهارباغ بود و برای استراحت پادشاهان بود و تفریحگاهشون که از اینجا برای جای دیگه حرکت می‌کردن و اینجا پر بود از درختای چنار. این کاخ کی ساخته شد؟ کاخ اینجا ساخته نشد. اینجا به دستور کریم خان یک عمارت ساخته شد و این قسمت که می‌بینین
2 بخشه که یه بخشش در اون دوره ساخته شد، یه بخشش در دوره آقا محمد خان ساخته شد. معمارش کی بوده اینجا؟ معماراش اجازه بدیم، معمارای مختلفی داشتن. معیرالممالک نبوده امیر نه خان؟ عزیزم، معیرالممالک شمس العماره رو ساخته، اون قسمته. این قسمت هم تخت مرمره. چه جاهای قشنگ. این کاشیه که می‌بینین کاشی‌های 7 رنگه و کار اصفهان، کار دستم هست. به خاطر همین رنگ زردش هم بهش میگن 7 رنگ، چون قبل از دوره قاجار اصلا رنگ زرد نمیبینین توی کاشیکاری. واقعا هر کدوم از این دیوارهای کاشیکاری یه نقشی داره، می‌بینی؟ عین فرش ایرانیه. واقعا هنری که اینجا هست کمتر جای دنیا پیدا میشه. شما جای دیگه غیر از ایران هم تشریف داشتین؟ بله، کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، جنوبی، خاورمیانه خیلی جا رو گشتم. این تخت مرمر توسط آقا محمد خان و فتحعلی شاه ساخته شد. آقا محمد خان قاجار اینجا تاجگذاری کرد و تهران رو پایتخت نامید. این 2 تا ستون رو از ارگ کریم خانی آورد و اون 2 تا دری که اون پشت می‌بینید پشتش هست از شیراز که درای خاتمه. جای این 2 تا ستون تو شیراز 2 تا چوب گذاشت. شما سالن آینه انتظار کاخ ورسای دیدی؟ اتفاقا دیدم، باور کنید. میدونی اون فقط یک سالن عزیزم، ولی این ببینید چقدر مفصله. آدم اونجا تالار آینه دارن، قشنگش هم دارن، ولی هنر آینه کاری رو فقط ایرانی داره. نجیب تو هم یه چیزی بگو، فکر نکنم مقاومتی هستیم چی بلد نیستی. چی بگم؟ بابا میگه همیشه نمیگه از این ستون به اون ستون فرجه. خب الان بگو ربطی دیگه. نداره. به تهران اومد، استخونای زند رو آورد زیر این راپلا دفع کرد. هر بارم که از اون رد شد کلی فحش و بد و بیراه نثارش می‌کرد. ببخشید امیر خان، این آقا محمد خان همونیه که تو کرمان چشم زیاد در آورد؟ بله، متخصص چشم بودن ایشون. بیشتر شاه ایران بابا چشم در این حرفا چیه بابا؟ نه راست میگن، نادرشاه هم از پسرشو در آورد. بفرمایید. گوش بدید. این ساختمون در سال 1291 هجری قمری در دوره ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده. خوب دقت کنید به این آینه کاری ها، چقدر ظرافت، چقدر زیبایی. و میرسیم به اینجا. سقف رو نگاه کنین، این بخش در دوره پهلوی بازسازی شده که گچبریش با پایین فرق میکنه، آینه کاریش فرق میکنه. این کاشیا خانم نوری توجه کنین، شما به سقف نگاه کنین چقدر زیباست. این گردنبند الماس میمونه. بله، بیاین بالا، بیاین زودتر بیاین بالا، بیاین نگاه کنین به این همه زیبایی، به این همه قشنگی نگاه کنین. بیاین خانم نوری، بیاین بالا. فقط خانم آقایون خواهش میکنم عکس نگیرید چون اینجا ممنوعه. اینجا مربوط به تالار سلام یا تاجگذاریه. در سال 1291 شروع به ساخت و 1294 تموم شد. اصلا اینجا رو برای چی ساختن؟ اینجا اولین موزه‌ایه که به دستور ناصرالدین شاه بعد از مسافرت به فرنگ در ایران ساخته شده و هدایایی که به ایشون میدادن همه رو اینجا نگهداری میکردن. درسته دیگه؟ بله. در ضمن روی این کاشیا را نرید چون خیلی نفیس و با ارزشه. اینا کار دست اصفهانه که معروف به کاشیه 7 رنگ و توسط ناصرالدین شاه به اینجا اومد. در ضمن این کریستالای چکه، خوب دقت کنید به زیباییش، تمام روکش طلا داره و این ساعت‌ها جزو ساعت‌های نفیس و زیباییه. میخوام ببینم این ساعت‌ها به چی دردشون میخورد. اینا که از صبح تا شب همش به فکر خوردن و خوابیدن بودن که چاق بشن. ساعت میخواستن چه کنن؟ خواهر من حوصله‌ام سر اینجا که همش همینه. من رفتم یه هوایی بخوام. قربونت. خیلی خوب، هر جا دلت میخواد بری برو، فقط تو رو خدا قربون خانم قربونت برم. این خواهر بد اخلاق و قرقرو تو چطور امروز دنبال خودت راه انداختی آوردی اینجا؟ نداره عزیزم، همین یه هفته تعطیلات برای من دیگه، دوباره بعد برگرده وای بره خدا پاریس. صبرت بده. این ساعت اهدای ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه. دارین چه کار میکنین خانم تابان؟ لطفا دست نزنین. آخه خوابیده، میخوام کوکش کنم. حیفه. خانم تابان اینا کلیدیه. بلیتیه؟ کلیدی. بابا بلیط نه، کلید یعنی باید کوکش در کنی. ضمن نکته بسیار مهمی که من باید خدمت خانم ها و آقایون عرض کنم اینه که در زمان جنگ جهانی دوم محل کنفرانس کشورهای سگانه هم اینجا بوده. درست هم میخوام؟
نه اون تالار بوده. بله اونجا بوده. ببخشید. ببخشید اونجا یعنی کجا؟ تالار آینه. تالار آینه بوده. بله. آن تالار آینه همینی که الان اومده از پله ها بالا. بله بله. این شاههای قاجار هم چه از خود راضی بودن ها. هی می‌خواستن از تو قیافه مبارک رو تو آینه نگاه کنن. نیست خیلی خوشگل و تو دلبارو بودن. چیا مشکل و تو گلبارو بودن؟ اینجا که خیلی تمیز و قشنگه. مشکل رو ولش کنید. معماریشو ببینید، قوساشو ببینید، گچبوری ها رو ببینید. من میدونم چه زحمتی کشیدن. امیر خان میدونی معمارش کی بوده؟ معمارش میرزا یحیی خان، ملقب به سنی‌الملک. فکرش بکنید وسط خونه ما بود. خیلی گرونه. چی کار؟ بیان اینجا شو. یاد چیزی دست نزنیم. بفرمایید داخل. باشون بلنده ها. به این پیانوی دو طرفه خوب توجه کنید، خیلی بامزه است. این پیانو رو ناصرالدین شاه برای همسرش انیس‌الدوله از فرنگ آورد. از این بالا یه پرده مینداختن و معلم مرد این طرف و انیس‌الدوله این طرف شروع به تمرین و نواختن میکردن. البته خانم‌ها آقایون توجه داشته باشن، سوگلیشون فقط انیس‌الدوله نبوده ها. ایشون تا دلتون بخواد سوگلی داشتن. تا اونجایم که من میدونم زنای قاجار همه سیویل داشتن و چاق بودن. حالا چه سوگلی؟ اگر عکسشو میدید کم غیبت کنی. قسمت بود، یه قسمتش برای معلم مرد، اون یکی قسمت برای زن شاه. فهمیدی؟ آره. بیا بریم. سیمه خانم ببخشید اون آقا رو میبینم به دیوار وایساده یه شال گردن سفیدم انداخته. این آقا که با ما هستن بله تو بله ماشین. بله این شوهر منه. بله مدت چند روز با من قهره. داستانش اینه که چند وقت پیش اومد به من گفت بر من یه شال گردن سفید بباف. منم گفتم خیلی خوب. بعد فکر کردم تو دلم گفتم که آخه شال گردن سفید و اینا با موی سفید چیزه. گفتم بهتر که شال گردن خاکستری براش بافم. چقدرم زحمت کشیدم این شال گردن رو بافتم. پدرم هم درآمد. وقتی که بهش دادم گفت ایوا من گفتم شال گردن سفید تو اصلا به سلیقه من اهمیت نمیدی. با یک هرسی خانم اینو پرت کرد و رفت بازار برای خودش همین شال گردن سفید خریده انداخته. حالا چی هر روز من قهری. حالا برو بهش بگو با ما به هزین باش که با خلق جهانی. ببخشید خجالت میکشم. چرا؟ ما همیشه با شعر با هم حرف میزنیم. خب همینی که میگی اینو بنویسیم، نامه بنویسیم، یادداشت بدم بهش. راست میگی یا بد فکری هم نیست. امیر خان جانم یه دقیقه تشریف بیاری لطفا. عزیزم خودکارتو بده. مرسی این دفترت هم بده. خیلی ممنون. چی کار میکنی خانم جان؟ ببخشید من میخوام یک خط داشت دفتر منو چرا ناقص ملکه ویکتوریا این عکسشو هدیه به ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه هم برداشته رو مدال این خانم عکس خودشو نقاشی کرده که بگه چی؟ که بگه چقدر برای ملکه عزیز و گرامیه. نگاه کن عکس. عجب آدمای خودخواهی بودن. ببین کیا مملکت رو اداره میکردن. معمارایی که این ساختمونا رو به این هنرمندانگی ساختن براتون حرف نداشت. خانم تو چی کار میکنی؟ چی شده مگه آقا؟ دست به حشوی موزه زن ممنوعه. من نشستم خانم این صندلی نشستن ممنوعه. این مال نایب السلطنه بوده. ای بابا سلطنه و سلطنه ها تموم شد آقا. من الان می‌نویسم پا میشم. نمیدونستم الان بلند میشم. خانم اگه این بشکنه شب اینو رو اخراج میکنم. بفرمایید. نه ترس آقا جان. الان من پا میشم یه دقیقه. خانم قربونت برم. در بفرستم. این صندلی لقه اگر بیفته یه چیزی بشه. پاشو بریم اونجا. پاشو بریم صندلی نگاه. پاشو قربونت برم. این صندلی لقه خانم نوری. کدام مرد پاشو قربونت بیا. سیمه خانم چون قربونت برم اینو بده به آقای نوری. بهش بگو با ما به هزین باش که با خلق اون خانم نوشته این آقام شوهرشه. خب اینو برات بهش
بگو که خانمتون گفت با ما به هزین باش که با خلق زمان. خلق زمان؟ آره آشتی کن جهانی. حالا دیگه آقا ببخشید آقای بله. مثل این گفتن که با ما به هزین باش که با خلق جهانی. کی گفته؟ اینو خانمتون دادم به خانمم که به شما. خانومم؟ بله. شما برو بهش بگو زمن بریدی اگر بی سبب. زمن بریدی اگر بی سبب. بله. دانم که این نه کار تو، کار گردون است. دانم که این نه کار تو، کار گردان است. نه کارگردان، گردون. کار گردون. بله. چشم. رمانتیک بره. چشم. میگه که بگو که زمن بریدی اگر بی سبب دانم که این کار گردون. گفتن که زمن بریدی اگر بی سبب دانم که کار گردون است. ای بابا. این جوزفه. مدال گردنشو نگاه کنین، عکس ناصرالدین شاهه و این آخرین امپراتور اتریش بوده. برو بهش بگو شم هر بزم مشو تا ننم سر در کو. تو برو بگو شال بر باد مده تا ندهی بر باد. برو یاد برو نه. خب مثل اینکه فرمودن که شال بر باد مده تا ندهی بر بادم، یاد اغیار مکن تا نروم از یادت. خیلی ممنونم. آقای نیکا قلم و کاغذ می‌خواستم. امیر خان یه لحظه اون قلم و دفترچه تو بده به من. ای باباش چیه شما همتون از صبح افتادین به جون این دفترشون زرت پاره می‌کنین. خوشحالم که تمام شده. اجازه می‌فرمایید؟ خواهش می‌کنم. حالا بیاین این طرف ببخشید. اینو میدونم خانم میگی توانا بود هر که دانا بود. کمی بیاین جلوتر بیاین جلوتر. انشالله که این دفعه دیگه آشتیه. این عمارت معروف به شمس العماره. معمار اون معین الممالک بود. کی ساخته اینو؟ 1240 شمسی. این ساختمون ارتفاع 35 متر در 5 طبقه است. به اون ساعت نگاه کنید، هدیه ملکه ویکتوریاست. اینا چی اینجا وایسادن؟ اینا نوازنده‌های دربارن. این کاشیا جدیدتره و اون کاشیا حرفاً قدیمی‌تره. این ساختمون اولین ساختمونی که اسکلت فلزی داره در ایران. بچه ها کجا نجیب؟ بچه ها زمان 40,000 تومان. من 2 دقیقه اینا رو سپردم دست تو. طاهر چرا دیگه تو دستشونو گرفته بودی دیگه؟ اینجا بود نیستم. برو از اون بعد منم اینو کجا شماها کجا؟ مهداد شما دیگه نرو تو رو خدا. چی شدی؟ چشم سیاهی رفت. آخه یه بچه دیگه تو را داری؟ نه من کمخونی دارم. نه باید زیاد سر پا بایستم. آخه قرص میخوری؟ از این کپسولای آهن میخورم. هی بیا دیگه. تمام دیگه. چرا این در بستم؟ ما که از همین در اومدیم. بیا. خب بذار منم بیام دیگه. بیا. توجه پسر 10 ساله‌ای همراه خواهر 5-6 سالش که لباس صورتی پوشیده گم شده توی باغ. از باغبونای عزیز و مهمانای گرامی که اینجا هستن خواهش میکنیم اگر اونا رو دیدید به دروازه دم در راهنماییشون بکنید. متشکرم ازتون. علی جان، طاهر، کجایین؟ بیاین، مامان بابا نگرانن آخه. هر جاسی خودتون نشون بدین. مینیبوس داره راه میفته، بدون شما که نمیتونیم بریم. طاهر، پری،
کجایی؟ مینیبوس داره راه میفته، همه نگرانتون هستن. خواهش میکنم ازتون. کجا بودی شما؟ دستشویی اون در خیلی گشتیم نباید به ما میگفتی؟ ببخشید میگفتیم میرفتی کجایی؟ کجایی شما؟ کجا رفتیم؟ دستشویی رفته بودم. چی خوب نباید من بگیم یه دستشویی پشت اون ساختمون کجا گیرمون میشه؟ گیرمون دستشویی دیدم بابا غذاش مطمئنه دایی بابا، اینجا تازه باز شده. عجب رستوران شیکیه. فوق‌العاده است. نکنه آقای نیکخان رستوران شیکه ولی غذاهاش مونده باشه. من معدم حساس ها. خانم کتایی من میرم آشپزخونه دونه دونه غذا رو کنترل میکنم. شما خیالتون راحت باشه. فقط امیدوارم توالتاش ترتمیز باشه، خوشبو کنندم زده باشن وگرنه جیغ خواهر من در میاری گفته باشم. نترسید. همه توالت‌های ایران خوشبو و معطر و باب تبه. لازم سیفوناش کار میکنه، دستمال توالت داره، نمیدونی چند خود. چه صحبت‌های اشتباه برانگیز در بفرمایید. با اجازهتون دیگه ما رفع زحمت میکنیم. خیلی ممنون. میریم با بچه‌ها این بالا یه چیزایی آوردم با خودم. شما که متوجه شما مهمان ما هستین امروز. این رستوران خیلی کلاس داره. شما هم کلاس دارید. بفرمایید. آخه خیلی مزاحمته اینجا. دیگه ما مزاحم نشیم. اولش چیز صدایی اومد که من فکر کردم که کلاغا حمله کردن به سقف، دارن نوک میزنن تق 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 تق. صدای خیلی وحشتناک‌تر. آره. اصلا یه جوری خونه میلرزید بچه‌ها داد زدن ما زلزله. جیغ کشیدن. یه دویدیم بیرون همونجوری گل و گچ و اینا همینجوری. وای خدا رحم کنه. 10 سال باید کسی این خونه رو بفرمونه، هر روز یه جاش خرابه. حالا قصه‌شو نخور، از این بلاها سر همه آدما میاد. ببین موقعی که رستوران میزی باید این دستمال بندازی رو پا قشنگ، بعدش هم نه قاشقو بذار کنار. آفرین با کارد و چنگال باید غذاتو بخوری. سوپ که دیگه با چنگال نیزه، با چنگال باشه میریزه. یه خانم خوب اصلا سوپ نمیخوره، مگه نمیدونستی؟ ببین با این قاشق و کوچولو باید سوپتو بخوری. خب عزیزم اگه خواستی بخوری با این قاشق میخوری. خب ولدی گفتین در یه بیمارستان مشغول به کارتون ها؟ بله، من تو خدمات اتاق عمل کار میکنم. مریضایی که قرار عمل بشن آماده میکنم میبرم تو، بعد از عملم برشون میگردونم بیرون. ضد عفونی و این چیزا هم هست دیگه. خدا رو شکر بد نیست. خوبه که با اموات سر کار نداریم، مثل ما شبا کابوس نمیبینیم. خب خانم آقایون عذر میخوام منتظرتون گذاشتم. تو آشپزخونه نظارت میکردم. غذای این رستوران از لحاظ کیفیت فوق‌العاده است. پاستا با سس آلفردو. خیلی خوبی داره. چیز دیگه هم خواستی؟ تازه از خاطر جمع. بفرمایید. پاستا با سس آلفردو. بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. این چیه؟ لبستای غذای دریایی. چقدر کوچیکه. این توش هم میشه خورد؟ نه خیر، فقط دمشه. اگه توش میشه خورد خوب بود. غذای شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. این چه هست؟ این شام میگویه که با سس اسکمپی سرو میشه. زیاد خوش قیافه نیست. ولی مطمئنا خوشمزه است. بله. پاستای چیکن آلفردو. پنه است با سس با سلام به بله. خوشمزه. دوست نداری؟ دست شما درد نکنه. اسمش چی بود؟ موضوع آناناس مال شما هم همینه. بیا از دوست نداری بده من مامان جان، بده من. نسوزی فقط. بله متشکرم. غذای تو چیه خواهر جون؟ شامگو سرخ شده میخوای؟ نه نمیخوام. درود براتون. بفرمایید. خواهش میکنم. زیاده. من همه‌شون نمیتونم. معلومه شما میگو رو دوست دارید. متشکرم. کنم جوجه مرکبات با سس پرتقال. ترشه؟ خیلی شیرین قربان. اینم چیه؟
لابد شما قاعدتا رستوران هم زیاد نمیرید. طبیعت اینو بدیم به خانم، خوشمزه است. شاید یاد بگیره چه چیز درست کنه. دستتون درده که آشتی کانونه. خانم نوری جانم اینو رد میکنه خانم. از کجا رسیده؟ لقمه محبت خانم. ای ملتکش. حالا باید جوابشو بدم بابا دیگه. جون غذاتو دوست داری؟ دوست داری؟ خیلی مامیده. قشنگی با نمک کن. غذای دیگه بیارم؟ بفهمیدم بدیم بگی. مرسی. بابا یه باره آشتی کنیم شما دوتا خانم جون بده با آقا دستتون درد نکنه. چیه؟ از خانم رسیده. چیه؟ چون میدونستم دوست نداری مخصوصا برات دادم. خیلی ممنونم. مرسی. الان تو این اوضاع احوال اقتصادی فروش یا آپارتمان پدری به مصلحت هیچ کدوممون نیست. ببین پسرم، سعدی یکی از بزرگترین شعرهای ما میگه وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. ببخشید بیخیشتنم کردی یعنی چی؟ یعنی بیچارم کردی رفت به کارش. چیزی میگه این بابا. ای مامی نگاه کن برج میلان. میبینی تا هر سرش رفته تو آسمونا. ما جز اولین نفرایی هستیم که میریم اون بالا. راست میگی؟ بعد پله برقی آسانسوره که باهاش میریم بالای برج. بفرم. بفرمایید. بعد از این پله تازه یه آسانسور بزرگ هست. من نمیدونم، من از بلندی میترسم. من اونجا سکته میکنم. میخوای یه جنازه بمونه رو دستتون. چشم بزنیم رسیدیم. خانم تابان برای چی میترسی؟ آقای شکیبا 2 برابر سن تو داره نمیترسه. بعدم بیاد گذشته ها برج ایفل بریم بالا بابا. من چه گذشته‌ای با شما داشتم؟ نه من نفهمیدی منظور من چیز دیگه است. من نمیام. ای بابا خانم تابان ناراحت نشو قربونت برم. منم نمیرم. برای اینکه منم از آسانسور میترسم خواهر جون. راستیاتش من برج ایفلم نرفتم چون آسانسور داشته. ما میریم پانسیون. دیگه همه شدی رفیق نیمه راه خواهر جون. عیب نداره آقای نیکا. جانم. برای ما یه آژانس بگیریم من و خانم تابان میریم پانسیون. اشکال نداره شما تشریف برید پانسیون. اونجا میبینم. آقا رحمان. آقا رحمان یه آژانس بگی برای بچه‌ها. خیلی خب پس جووناش بیاد. بفرمایید بالا. دوستان تشریف بیارید. این برج دارای 6 دستگاه آسانسور دوستان که 7 متر رو توی 1 ثانیه میره بالا این آسانسور و جالب این که تا بالای برج ظرف 45 ثانیه است. ببین چقدر سریع. داره وای چقدر تو موندم میری. سریع میره. ارتفاعش میدونی که چقدر؟ 435 متر. میگم خوب شد خانم تابان نیومد ولی اینجا قش میکنه. چرا بعد وزن تقریبی اینجا 150,000 تن. حکم میگه نه خودش بکشه. ماشینا رو نگاه کنین چقدر شده. کوهاره یه دستشو بگیری کوهاره بگیری. دماوند. بچه گوشای شما هم گرفت؟ آره. ما الان بلندترین جای تهران هستیم آقای شکیبا. تمام تهران زیر پای ماست. شمال، جنوب، شرق، غرب، دماوندم از اینجا میشه دید. آخر نگفتید طراحش کیه؟ مهندس حافظی با چند تا شرکت؟ با مشارکت چند شرکت. بین 435 اینجا شهرک قدس. اینجا چقدر کوچولوئه. بچه اونجا میلاد نورا. آره. بابا نوشته دیگه. تو چشم من نمیبینم. راست میگم میگیریم میخوام ایمیل کنم برای پسرم. چشم. ببین همه چیزش آماده است.
اینجا فشار میدی اینجا نگاه. چشم. حاضرین؟ 3 2 1. مرسی. قشنگ میگیری. میخوام ایمیل کنم برای پسرم. این وقتی کوچیک بود انقدر از ارتفاع خوشش میاد. ماشاءالله. میخواست خلبان بشه. الان کجا؟ چه میدونم رفتیم کانساس سیتی آف اول پلیسز. اونجا رفته هات داگ فروشی باز کرده. هرچی بهش میگم برگرد نمیاد. حالا ایشالا میبینینش به زودی. انشالله میبینینش. اگر گفتیم ما الان کجا این برج هستیم دقیقاً اینجا. نگاه کنید یعنی اینجا. آفرین. این برج جزو 4مین برج بلند دنیاست. اولیش تو کانادا، دومی تو مسکو، سومی تو چین، چهارمی هم همینجا توی تهران. من خب ببخشید این اصلا برای چی ساختن این برجو؟ برج مخابراتیه، کنترل ترافیک، رادیو، تلویزیون و بعدم که رستوران داره که گنجایش 500 نفره، یه رستوران داره که 200 نفر گنجایش داره. خیلی قشنگه. بله. فقط حیف شد خواهرتون نیومدن، مثل خیلی بهشون خوش نمیگذره. نه بابا عزیزم اون اصلا همینجوری هست. خب چرا پیش خودتون نگهش نمیدارید؟ بیقراره خواهر من، اصلا سرش حجابم نیست وگرنه از خدامه. خواهرم بالاخره پاره تنم. مدت زیادی هم هست دارم میسازن. 1376 آقای نجیب. 1376 سر به سری مصرف کرد کجا؟ بینو دو نبات و شیرینی آشتی کنون یواشکی. شلام مبارک فادا دومات چقدر قشنگه شلام مبارک حالا چند تا نوه داریم افتخارشون الان وقتشه برید تو یه چای داغ بخوری خستگی در. شما اینجا زندگی می‌کنید؟ بله بفرمایید. خب با اجازهتون ما دیگه رفع زحمت بکنیم. خیلی ممنون. ببخشید تو رو خدا. بله من میذارم تو همجوری بری. آقا نجیب نشده داری ماما ساز بی‌وفایی کوچ می‌کنی قربان. نه خیر. آخه این دم غروبی تو این سوز سرما می‌خوای بچه طفل معصوم تو کجا ببری؟ اونجا امکانات هست. نه بابا بیاین امشب خوش بشیم دوره هم هستیم. خب بیاین. رفیق نیمران نشد. از همین امشب تا وقتی وضع خونه درست بشه شما مهمون ما هستین. همونطور مگه جا هم از کافی درسته دایی با اتفاقا من به خانم زنگ زدم گفتم میان چقدر خوشحال شد. بریم تو بچه‌ها. ما شرمنده میشیم به خونه ما هستن. تازه از فردا تورمون ادامه پیدا میکنه میخوام بریم شام دلستر. ما همین نداری. فردا ساعت 9 خوبه دیگه. خداحافظ. اینجا رو کی ساخته؟ اینجا مال جد دایی بابا بوده. چندین بار مرمت و بازسازی شده. همه دوستاشون هم تو هم زندگی میکنیم با هم. اگه گفتی معمارش که بوده والا هرچی کتاب و اسناد بود گشتم معماری پیدا نکردم. شما میدونید دایی بابا معمارش کی بود؟ مرحوم شیخ بابا معمارش مهم نیست، معماریش مهمه. نگاه کنید ببینید چه ظرافت و زیبایی داره. محوطه‌اش بزرگه. اینجا 11900 متر. انقدر این ساختمون زیبا بود. دور تا دورش آب، درختای بلند مثل یه جزیره. یعنی اینا همه آب بوده؟ بله. بعد با پل وصل میشد قنات از چهار طرف میومد داخل نزدیک ساختمون. بله. آخه خانگل من چرا آخه تنها مونده. سلام. این اومدن. سلام. خوش آمدید. آقا نجیب و خانوادهشون افتخار دادن شب عید در خدمت. سلام عزیزم. سلام خیلی خوش آمدید. شما اولین مهمونای سال نوی ما هستید. خیلی خوش آمدید. خب خسته نباشین خوش گذشت؟ بله. البته به لطف دایی بابا. سلام دایی بابا.
سعی و سالم دست شما سپرده. یه تار مو هم از سرشون کم نشده. در فقط یه کمی شیطنت و بازیگوشی کردم. در اون 2 نفرم بله بفرمایید. آشتی کردن. بله. جات خالی بالای برج میلاد به زنبه کوبی بود. خیلی خالی بود. اینقدر به ما خوش یک نهار عالی هم خوردیم. نهار عالی اینقدر افتضاح بود. نه بابا بردمشون بهترین رستوران و غذاش هم خیلی خوبه. مگه نه همین؟ بله رستوران غذای دریایی بسیار هم ارگانیک. ولی شما هیچ خودتو ناراحت نکن. همه‌شون بعد از غذا نفری یه دونه قرص ضد چربی انداختن بالا. شاید هم 2 تا یا 3 تا. بفرمایید خواهش می‌کنم. ببینم از بستگان اینا کسی برای عید دیداری نیومده؟ هیچ کس تا یه نفر. عجب. 1-2 نفرم گریه‌زاری داشتیم همون خانمایی که اونجا نشستن. ولی به روشون نیاد. خب بیچاره رو نگاه کنیم. از صبح نشسته رو اون صندلی منتظر دخترش بیاد ولی نیومد. من نمیدونم این بچه‌ها چرا اینقدر نسبت به خانواده‌شون بی‌تفاوت. این خانومه میگفت کشتیار پسرش شده که از شهرستان بیاد اینجا برای دیدن عید. قبول نکرد. گفته نمیام. من برم اتاقشون رو بهشون نشون بدم. بودو باریکلا. بفرمایین اینجا اتاق شماست. خواهش میکنم. تلویزیون یه چند تا فیلم گذاشتم براتون که ببینین. اونجا یه تعداد کتاب هست اگر خواستی مطالعه کنین. پنجره‌ام داره. بله پنجره‌ام داره. بفرمایید که اتاق خوابتونم بهتون نشون بدم. بازم اتاق هست؟ بله. اینجا میخوابی. اینجا اتاق خواب شماست. و اگه بخواید میتونم بگم یه دونه تخت اضافه براتون بیارم تو اتاقتون. بله میخوام. نه خیلی ممنون. بچه‌ها اینجا میخوابن من خودم میرم اونور. بسیار خوب. و قرار شد که شامم تو اتاقتون بخورین چون همه خسته بودن گفتیم غذا رو تو اتاق سرو کنیم. اگر کاری داشتین حتما بهم خبر بدین. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شب بخیر. اینو هتل 5 ستاره. مگه تو هتلم رفتی؟ نه ولی تو فیلمو که دیدم. بله. خب منم دیدم مگه من ندیدم. ان شاءالله جبران کنی. شب بخیر. شب بخیر زحمت کشیدین. میگم خسته شدی برو دراز بکش. نه. اینی چه جای خوبی آوردمتون. ماما تلویزیون روشن کنم ببینم چی داره. روشن کن. میگم یه وقت نکنه سقف خونه بیشتر ریخته باشه. اصلا ممکنه خونه با خاک یکسان شده باشه. طاهر زبان تو باز بگیر ببینم. طاهر بیا اینجا. خودش زنگ بزن به یکی همسایه ها. به کی؟ چه میدونم به حاجی. یه خبری از خونه بگیر. بعد به دلت راه نده. حالا یا ریخته یا نریخته دیگه. خوشحالا تو چقدر خون سردی نجیب. الان که کاری از دستمون بر نمیاد. فردام خدا بزرگه. فکرشو بکن. دیشب کجا بودی؟ امشب کجایی؟ خدا رو شکر. من همش فکر میکردم عید بچه‌ها خراب شد. دیدی که چقدرم خوش گذشت. مامان بابا بیاین دستشون رو ببینی. اومدم جونم. مامان آقا برام دمپایی هم گذاشتن. چه جای تمیز با سلیقه‌ایه. نگاه کن ببینم. این شامپوی بدن ماما این شامپوی سر با این تنشون رو میشورن با این سرشون رو میشورن. میگم چطور من اول یه دوش بگیرم چون سرم هنوز پر گله. من چی؟ من اول باید بگیرم. بی خود نقشه نکشین خانم مقدم. نه اول پدر. اول من چطور در میزنم سر. بچه دقیقه چی نگین. یه دقیقه چی نگین. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ چرا زحمت کشیدین؟ نگاه میکنم. سلام. دستتون درد نکنه. ای بابا چه همه. سوپ سبزیجات، پاستا زیر شانسوس بولونز، سالاد سبز، کیک در دسته. پایداده. سلام برسونید. اوه عجب چیزیه. ماکارونی خودمونه دیگه. اوه اینو مایه ماکارونی درست کردم. بزنم این چیه؟ سوپه. خب بیا اول سوپ بخورم. من خوردیم میخورم. برداریم بشقاباتون رو برداریم. دستمال یادتون نره. چشم. بده من. اینو بگیر. خب تو گفتی چیز میخوای؟ ماکارونی میخوای؟ عجب بوبرنگی. حالا ببین چجوری. بیا. با این
دخترم اومد کمک کنید ما خوابیدیم دخترم اومد خدای شکر دخترم چه خوب شد حالا اومد خانواده خانم انصاری اومدن بچه‌ها بیان. بابا کجا هستین شما؟ چرا دیر کردین؟ بچه‌های خانم انصاری اومدن. آقا سما بی تو دنیا دلمو سوزونده بی تو دنیا دلمو سوزونده. به افتخار خانم انصاری خانواده بیا وسط اصلا درس بلد نیستم نمیتونم به خدا سلام صبح بخیر جای بابا قربونتون برم سفت نشو من اتاق یخ کرده همه دارم دست بچه یخ بخاری اشتباهی به جاش کولر روشن کرده سلام سلام بفرمایید خونه خودتونه بفرمایید خونه خودتونه بفرمایید خواهش میکنم اینا همه صبحونه است خیلی ممنون بفرمایید سوسیس تخم مرغ تخم مرغ آبپز املت گوجه سالاد میوه و املت اسپانیایی چی می‌داری شما؟ من املت اسپانیایی برای خالی املت اسپانیایی سوسیس بده آقا مرد خیلی ممنون خیلی املت اسپانیایی چی می‌خوای؟ دستتو آها این مال بیا ماما خیلی ممنون دستتون نسوزی سلام سلام علیکم صبح بخیر بیا آقا نجیب بیا همجا برو بفرمایید اینجا مزاحم نیستم مرجون من بازم میخوام برای خودم خوراکی بیارم مطمئنی که هیچ نمیخوای خارجو من این 3 روزه 3 پوند چاق شدم دیگه والا دارم میترکم تو برای خودت همه چی بیار باشه خواهر من آخه چرا اینقدر دنیا رو سخت میگیری؟ آره واقعا مگه چند بار به دنیا میایم؟ همشون خیلی تنها بودن اینا الان اینجا دوره هم هستن و خیلی راحت هم احساس آرامش میکنن آخه بعضیاشون هم مریضن احتیاج به رسیدگی دارن تو مریضی؟ من نه بعضیا اینجا میگه ما چند روز زنده ایم من که زیاد میخوام بمونم ولی شما رو نمیدونم با اجازهتون شاعر میگه که دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ چه پیچ با پیچی شد هیچ میدونی وقتی اخم نمی کنی چقدر خوشگل تر میشی؟ خانم شوقی چه عجب این خواهر شما خندیدن حالا میتونی شما چشمش نکنی نه همیشه فکر میکردم خانه سالمندان خیلی جای دلگیر و غم انگیزیه ولی اینجا اصلا اینجوری نیست بله آخه ببینید اینجا خانه سالمندان نیست اینجا تقریبا حالت پانسیون داره مثل خونه خودشونه آخه میدونی این دایی بابا خیلی دست و دل بازه اهل خیرات و مبراته بله معلومه ازشون نه اصلا باور کن سیمین جون تمام مستقلاتشون رو بخشیدن به بنیاد خیریه هیچی خودشون ندارن دیگه آقای دکتر اومدن به به سلامت سلام زمان صبحونه
سال نو آقای دکتر فشار خونم سر به فلک کشیده. شما که اصلا سابقه فشار خون ندارید، من هر بار فشارتون رو چک میکنم همیشه نرمال، این بارم نرماله. خیالتون راحت باشه. شما سردردتون چطور؟ خدا شکر اون قرصایی که بهم دادین به کلی حالم خوب خب پس همونا رو ادامه بدید. خیلی ممنون دکتر. دکتر جان این اشتهایی منم یه ذره کمتر نشده با این قرصایی که دادی. هی میخوام از صبح تا شب دهنم. نه خیر. اشکال نداره. یه داروی جدیدی اومده، اونو برای شما می‌نویسم، حتما اثر ان شاءالله دیگه رای گلوی منو ببنده. سلام علیکم. حالش بفرمایید. شما خوبید دایی بابا؟ میزونه همه چی؟ قربان شما. خب آزمایش شما هم که حاضر شد. رسیدیم به میدان آزادی. چه خوبه پیاده شو میگشتی بزنیم. چقدر با صفاست. آره والا هم یه صفایی میکنیم هم از نزدیک میبینیم. آخه خانم عزیز بخوام همینطوری پیش بریم گله اتراق کنیم والا تا شب هم نمیرسیم شاب دلازیم. چه ذوقی میکنه. ما روزی 10 بالا خودتون ناراحت نکنین که براتون سمه، ولی قول میدم 13 به در آشرشته رو همینجا رو این چمنا میکنیم. میگن که ارتفاع این بنا قرار بود 2 متر بیشتر از این باشه، ولی به خاطر فرودگاه که همین بغله به همین اکتفا کردن. اگه گفتیم معمار این بنا کی بوده؟ اینو نمیدونم آقا. یه جوان 24-25 ساله به نام حسین امانت بین 20 نفر از اساتید طرحش برنده شد، این بنا رو ساخت. 28 ماه هم ساختش بود. بله 28 ماه. خانم تابان برای قلبت بعد قربونت. خانم تابان خانم تابان بیا عزیزم بیا قربونت برم. بیا بیا خاک بر سرم خانم چرا یاد مادرم افتادم گرشم پنجم بشورم یواش یواش ای وای ای مادرم نبودی که غریبی خانم تابان خدا رحمتش کنه عزیزم. غریبی چیه؟ ما همه دور هم جمع هستیم. چی شد آقا شکیبا؟ اجازه میدم صبر کنید. بیا یواش 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 بس عزیزم پاشو بریم بازار کباب. پاشو قصه چی شد خاک بر سرم؟ ایوا چی شد شما؟ این باز قندش رفته بالا. آره ممکنه. من میدونم تو جیبت آمپول تو آوردی؟ آمپوله باید ببریمش درمونگاه. نه من خودم بلدم آمپول بزنم. تو جیبش بگردین. بلدی؟ آره جیبش بگردین. خسته شد از بس راه رفت. یه خورده سریع‌تر. رفتم پنبه الکل. بوده یه خورده سریع‌تر. امیر خان سیاهی میره؟ آره خیلی خوب خودشه الان میزنم حله. بفرمایید. چی جالب چه قشنگه این خونه. اقلا 50-60 سالشه این خونه. برو بالاتر عزیزم 70-80 سالش هست. جرزا رو ببین. آخه این خونه من یاد خونه مادر بزرگ پدر بزرگم میندازه. خدا رحمتشون کنه. وای چه حیات قشنگی. وای خدا مرگم بده ببین چطوری سقفشون ریخته. ای داده بیداد.
ای بابا این پنجره رو گفتم پنجره چرا وسایلتون همجا ول کردین؟ چرا اینا رو جمع نکردین؟ آتش نشانی گفت که کارگر و بنا باید بیاد، احتمال داره سقفش بیشتر بریزه. نگران سقفش نباش، ما درستش میکنیم واسه. اینجا مشکل فقط این سقفش نیست، تمام این خونه باید یه سر و سامونی بگیره. آخه این املاکی سر کوچه میگفت که باید همه‌شو بکوبیم. کی رو بکوبیم؟ بابا نباید بکوبین، نگاه کن اینجا چقدر محکم ستوناش. این حالا پابرجاست. بله، بیشتر خونه ها تو اروپا 200-300 سال عمر داره، منتها مرتب بازسازی میشه. همینطوره. آخه اینجوری خرجش خیلی زیاد میشه. تو نگران خرجش نباش، مهمون ما هستی. پس کن این ایدی خانواده شماست. دستتون درد نکنه، ما خیلی به شما زحمت دادیم. نه چه زحمتی؟ چه بهتر بتونیم یه خونه قدیمی رو نجات بدیم، نذاریم بکوبنش، این ساختمان بد ترکیب بسازن. راست میگم، نگاه کنید چقدر بد ترکیبه. تازه شما جزئی از خانواده ما هستین. شرمنده میشیم اینجوری آخه. خانم انشالله کاشی کاریش میکنی، اونم با اون کاشی فیروزه‌ای قدیمی ها بود، سبزابی ها. این دیوارا هم راحت میشه با این آجرای 3 سانتی درست کرد. چی داری میگی خانم سعدی؟ اینا آجر بهمنی حیفه. اینا فقط باید یه خود بسابن و ترتمیز کنن. فقط این در و پنجره‌هاش پوسیده، به نظر من باید عوض بشه. نه همینا خیلی خوبه، دیگه خیلی گرون میشه. عوضش با ارزشه. اون آقای نیکا بغل وایساده خود یه کارگاه چوببری داره. بله. دایی بابا درست میگه آقا نجیب. نگران کاوه با سامان حرف نزدی؟ باهاش حرف زدم، گفت یه کمی دیر میاد ولی نه اینقدر. آخه مثلا اون باید یه فرقی با روزهای دیگه بکنه. از ببین سرش کجا گرم. جای گرم نیست، چکش کردم. یه آلبومی دستش بود تا دیشب باید تحویل میداد. صبحی خورده ولو. دنبال دیمبول دیگه. حالا بدون بیس هم میشه تمرین کرد. هر جا باشه دیگه الان سر کلش پیدا. خیلی خب بریم.
شما. خوب 100 با اینا رو با هم زدیم. خوب هول شدیم. جرمه؟ حتما باید گفت. آره یکی دو روز نیست که دور هم جمع شدیم، ولی بعد اون همه گیر و گرفت حالا رسیدیم اینجا. امیرین برای تک تک ما شکل رویاست. رویا چیه؟ این اول واقعیته. یه روز میریم رو بزرگترین استیج این شهر. به همین قدش راضی شدیم؟ من خراب کردم. ببخشید. دوباره بزنیم. خیلی خب بریم. وای وای باید بیایم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون باید ماشینا رو ببینیم. کی؟ ترافیک. چاکریم مخلصی. چاکریم. چی بابا 2 ساعت دیر کردم. وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟ بجون بازی در نیار. مثلا امشب اجرا داریم ها. بسه دیگه. شنیدین که قضیه 20 نفر نیست. 600 نفر اون بیرون منتظرن. من نمیدونم شما چرا نگرانی. دیشب تا یک نصف شب سان چک کردیم. همتون خوب ساز میزنین. بابا جان خوب میزنیم دیگه. کجای کاریم؟ منتظر حضرت عالی. میدونی بدون بیس نمیشه تمرین کرد. کاوه. از ترک 1. گوش نکردی؟ لازم نیست گوش کنم. میدونم چه مزخرفی قراره تحویل بده. چی شده آقای عزیزی؟ باز چه خبره؟ این چه حرفی آقا؟ تو این 30 سال هر کسی نگاه خودشو داشته، این بچه‌ها هم نگاه خودشونو دارن. نگاه چیه مرد حسابی؟ این همش بهونه است. میخوام مجوز بگیری منو که نمیتونه سیاه کنین. اگه من جنگیدم نمیخوام شما راجع به ما بخونین. جمعش کنین. ولی امشب اجرا داریم. کلی بلیط فروختیم. اجرا داشتید، الان دیگه ندارین. این که به رفیقتون دادم نامه لغو کنسرته. مجوز ارشادو گرفتید. فکر نمی‌کنید از این کثافتکاری این 3-4 سالتون یه جایی دیگه هم باخبرن؟ این سالن از این لحظه در اختیار شما نیست. بفرمایید. میشه بفرمایید کدوم کثافتکاری آقا؟ میتونید از ایشون بپرسید کدوم کثافتکاری یا خانم. من اگه جای تو بودم بچه قبل بقیه دومم رو کولم گذاشته بودم، فلنگو بسته بودم. راست میگه. تو مملکت تو خودتو تو این قضیه قاطی نکن. چیکار داری به این حرفا؟ بس میتونید ازشون بپرسید. و البته این که من کی هستم. شازده میتونی تو توضیح بدی واسه رفقا؟ امیر چیو باید توضیح بده آقا؟ مجوز سالن رو لغو کردین، شهر رو که نخریدین. ما وای نمیسیم به سخنرانیتون گوش بدیم. همینجا فعلا تو اجاره ماست. بچه‌ها بزنید. سرکار خانم شمس، سارا شمس، اگه فکر میکنید پشتتون به یه جاهایی گرمه با چیزهایی که من میدونم، بعید پدرتون مثل من اینقدر مؤدبانه باهاتون برخورد کنه. اوه غیرتی نشو بچه، بذار جایی که لازمه اگه غیرتت قلم بشه. اینا رو که رد کردی رفتم بهم زنگ بزن. میدونی که اگه بخوام میتونم بدم از همینجا کت بسته با تیپا ببرنت. میبینمت. آج طرفی یه دقیقه واسا. من تا 1 ساعت دیگه همه رو راهی میکنم. سارا بس کن دیگه سارا. میخوای همه چی خرابتر کنی؟ چی میگی تو؟ از بس آروم رفتیم هرچی میخوام بارمون میکنن. هوای اینجا داره خفن میکنه.
حالا چرا ارکستراتورتون رو لغو کردن؟ کنسرت همون بهونه مثل همیشه. آخرش ما نفهمیدیم کیا راست میگن. هنوزم شک داریم بابا؟ یعنی فکر میکنی موسیقی ما بهونه است واسه یه چی بود اون جمله های همیشگی؟ طرب و عیاشی و آرومتر سوال کردم. این شهر پر گرگه. تو اگه نمیبینی من روزی 1000 تاشونو میبینم. حالا وللش کن. قسمت شد ولیمه عزیز جون برسی دستبوسشون. سر دیگ نیت کن، یه ملاقه هم بزن. سال دیگه هر نیت خیری داشتی حتما برآورده میشه. پارسال هم همینو گفتی. باز امسال قسمت هم شد دستبوسی عزیز جون. یا الله. سلام حاج خانوم. قربون تو برم مادر جون. واسط کمکی آوردم. قربونت برم حاج علی، دست شما در نکنه. سلام عزیز جون. سلام، خوش اومدی. عروس خانوم حاج آقا رضا بدن امسال دیگه واسه دردونه‌شون یه دوماد به راه به قلومی بگیرن ان شاءالله. ماشاءالله. یک باس واسه حاجی دست بالا کنه. سلام. بی کس و کار مونده به مولا. بچه‌ها که میرن رد اموراتشون. کی به فکر ماست؟ واسه حاجی که زن و دختر این ریگ ریخته. حاجی التفاتی ندارن. قربون تو برم مادر جون. خودم قلومی تو میکنم. وای دادا. یا الله. سلام علیکم. بابا چرا یه جوری حرف میزنی انگار گرگای این شهر ما تربیتشون کردیم؟ آبلیمو یادتون نره. قد کشیده باشه برنجش ها. یا الله. انقدر سرتون تو اجراتون با یه سری آدم که فقط صفرای حساب بانکیشون رو میشمارن گرمه که باورتون نمیشه یه سری جوونن تو این شهر میتونن خودشون زندگیشون رو بسازن. زعفرون پرملات، آرد اشترخان، لعاب بندازه حاج خانم، لعاب. زپلش. با سر شکل سرکار الیه این جانب به گرگای شهر رای میدن. یالله. اما این شهر رو شماها این شکلی تحویل ما دادینش. آبجی چرا انقدر ریز؟ درشتر آبروی حاج خانم ها. این شهر رو وللش کن. میری کولالالامپور، یه شهر آروم اسلامی. حجاب تو داری، کسی هم کاری به کارت نداره. دوستام هم هستن که هوا تو داشته باشن. میری مدرک که میخواستی میگیری و برمیگردی. هوای این چیزا هم از سرت میفته. مثل تهرون خودمونه. اما با مدرک معتبرتر. مگه نمیخواستی بری؟ میخواستم برم وین کنسرواتوار. من تحقیق کردم. این از ارکستراتور شما خیلی بهتره. بابا چرا فکر میکنی همیشه شما باید جای ما تصمیم بگیری؟ که بذارم تو اندر جهل مرکب تر بزنی با آیندت با این بچه مطرب؟ گفتم بری درس بخونی دکتر شی، بلکه باری از سر دوشم برداری. سر پیری عصای دست خونوادت چی؟ رفتی خالتوری شدی بار سر دوشم. تو پسر بالا. وقتی که اومد جلو گفتم از سر تو میفته. گفتم از سر تو میفته. حالا باید بذارم این پسره چلگیس واسه من تصمیم بگیره؟ نه دادا نه. اون بچه خوبیه بابا. شما اینو فهمیدین که گذاشتین بیشتر از روزای کلاسم ببینمش. اینم از سوسای ننه خدا بیامرزت بود. خدا رحمت کنه با اون اشتهادش. حالا خودم درستت میکنم. بیا. این دیگه چیه؟ بازش کن میفهمی؟ یا الله. بفرمایید. شده بلای جونم به خدا. همیشه سرم بالا بود تو در همسایه. این یکی سر افکندم نکنه این سر آخری. کجا رفت؟ خونه حاجی شمس درش باز و سفره‌اش همیشه پهنه. واسه همینی که همیشه نظرش عداس و دعاش مستجاب. انشالله همونطوری که دست رد به سینه کسی نزدین دست رد به سینه‌تون نخوره حاج آقا. دست شما در نکنه. یا الله. از بس آروم رفتیم هرچی میخوام بارمون میکنن. هوای اینجا داره خفن میکنه. چی میگه این مرتیکه؟ کدوم کسافت
کسافتکاری. کسافتکاری چیه؟ یکی دو بار گیرش افتادم دیگه. یه بار سر تولد سامان خونه ما، یه بارم سر پخش آهنگای امیر. اون دفعه که صدام کرده بودم پروندم زیر دست همین یارو بود. خراب شد. همه چی خراب شد. آقا هم رفتیم، اصلا حالم خوب نیست. مریم جون بی زحمت درامم جمع کن. اوکی. سامان اگه میای پاشو بریم، من نیلوفر داریم میریم. بده من اینو، بده من. یه لحظه بایستا. حالا مالی هم نبود سالانه. این ترم مشروط شده. یعنی هرچی کار کردم و شهریه دادم اینم که از اجرای امشبه. حالا اینقدر اخت نکن. یه دقیقه چشماتو ببند. وای باز شروع کردی کار. ببند. حالا باز کن. این چه خوشگله. وای خیلی نازکاوه. مثلا قرار بود کادوی اولین اجرامون باشه. باز گفتم رفتی دستبند انگشتر خرید. نه دیگه یاد گرفتم تو از همینا دوست داری دیگه. کادو هرچی ارزون‌تر باشه برای شما با ارزش‌تره. خیلی مسخره‌ای. مسخره‌ام؟ من اولاغ نمیدونم عاشق چیه تو شدم. چیه حالا پشیمونی؟ میخوای برم؟ تو که بدت نمیاد شروع کن دیگه. من با پول بابات کاری ندارم و خودت میخوای چی کار کنی و اینم تهش مثل همیشه. ولی الان یه خورده میخوام جدی باهات صحبت کنم. گوش میکنم. باور کن من همه خیالای رفتن گذاشته بودم کنار. ولی با اتفاقایی که امروز افتاد دیدی که آمارمون چجوری رو برده. نیلو قبول کن دیگه اینجا نمیشه زندگی کرد. کاوه من همه زندگیم و کارم و دانشگاهم اینجاست. تحت هیچ شرایطی هم نمیخوام ترکشون. نیلوفر من نمیخوام تو شهر بازی کار کنی، اونم بابت چند دقیقه که آخر ما میخوای بریزی به حساب مامانت یا خرج اون دانشگاه کوفتی رو بدی. این پولو من تو یه شب کورس میبازم و میبرم. باز که رو پول بابات حساب کردی. چه ربطی داره؟ ته این اتوبان مگه شهر بازی نبود؟ حالا هیچی نیست. تو چرا دلت خوش میکنی به کاری که فرداش معلوم نیست؟ شهر بازی‌ها خراب میشن، همه چی تو این شهر خراب میشه. اصلا خود تهران این شهر بازیه. باید تخت گاز بری تا تهشو برگردی. من سر و ته خیابونه این شهر رو کورس میذارم. وقتی گاز میدی همه چی تو سرعت کش میاد. اون وقت قیافه هیچ کی هم دیگه معلوم نیست، اصلا ریخت هیچ کی هم نمیخوام ببینم. نیلو نه این عشقت به اینجا برام قابل درکه، نه این تریپ استقلالتو میفهمم. بابا بکن بذار بریم دیگه. تو نگران چی هستی آخه؟ نگرانی چیه؟ پدر من که همه جوره ساپورتمون میکنه. دیرم شده دیگه بریم. مگه مرخصی نگرفتی؟ باز میخوای بریم اون لباس مسخره رو تنت کنی؟ مرخصیمو میذارم واسه یه وقتی که به درد بخور بود خرجش. بریم. با دیوار حرف میزنم، با دیوار حرف میزنم. من همینم کاوه. 1000 بار بهت گفتم برو سراغ دخترایی مثل خودت. اما همیشه تو طاقت نیاوردی تهیشو برگشتی. دوستت دارم ولی دلیل نمیشه مثل تو زندگی کنم. در ضمن مارک عروسکتم میدم. آدم نمیشی. سازت شب بیارش دم خونه.
خراب شد. همه چی خراب شد. آقا ما هم رفتیم، اصلا حالم خوب نیست. پیام جون تو هم بی زحمت این درامو جمع کن. سامان اگه میای پاشو بریم، من و نیلوفر داریم میریم. امیر دیگه میرم از این مملکت. 10 سال میشناسمت، 10 سال همینو میگی. دندون کندنی رو باید کند، میکنمش. نشد. ناراحت نباشی، دفعه بعد کنسرت رو برگزار میکنم. میخوام با حرف بزنم. پاشو بریم. میزنگم بهت. جونم به من چه؟ برم پول بلیتشون از همون کسی که کنسرت رو کنسلش کرد بگیرم. مگه من کنسرت رو کنسلش کردم؟ ققنوس و دارینوش چیه؟ اون روزی که من تو این شهر کنسرت فرهاد رو گذاشتم ققنوس و دارینوش کجا بود؟ خودم وایسادم دم در یه لنگه پا نیم ساعته همه بلیطا رو فروختمش. ضرر روزیانه منو کی میخواد بده؟ ها؟ این سالن کوچیک‌تر از اندازه توه. من جای تو باشم یه آرزوی بزرگتر میکنم. مثلا کودک تئاتر، دنیایی از رنگ و نور، دریایی از صندلی، هیوج، یه استیجی که تو خوابم ندیدی. این چیه؟ اونایی که اون عقبن حال میکنن. باز شروع کردی عزیزی؟ بهت گفتم میخوام بکنم برم، ولی نه با دامبول، نه با هر خواننده ای. اگه پابند امیرم واسه اینکه قبولش دارم، اونم که راضی نمیشه بیاد. نه اون، نه کاوه که پابند نیلوفر شده. اینا رو 1000 بار بهت گفتم عزیزی. خب منم اینا رو 100,000 بار به تو گفتم عزیزم. بریم؟ آره دیگه بریم. آقا سامان یه امضا. پسر همه آهنگامون رو حفظ بود. همونایی که بیرون درس کرده. اگه این آهنگا قانونی در می اومد. تو که کار قانونی هم برای خواننده‌های مجاز کردی. تش چی؟ دل خوش کنک. آره. تنظیم میکنم زندگیم بچرخه. ساز میزنم دستم خوش نشه. اما عزیز این گروه منه. گروه ماست. اونی که دلم میخواد. من واسه دلم موندم ایران. اگه برم دیگه همین دلخوشیرم ندارم. 2 ساله دارم به هر دری میزنم که شما قانونی بشین یا بفرستمتون یه جایی که قانونی شدن نخواد. اونی که شامایی هنر ایران بود 20 سال بود فراموش شده بود تا اینکه فرستادمش رفت. اینقدر فرصت نسوزون بچه. فرصتی نسوخته. اونایی که بعد ما رو بشناسن شناختن. مگه دم در رو ندیدی؟ ناراحت نشیا. شناختنتون ولی با پول من. اگه همین امروز تصمیم بگیرم دیگه ساپورتتون نکنم چی؟ شما توی مملکت قانونی بشو نیستی. امروز هم شانس آوردیم که این کنسرت لغو شد. ولی یه دلخوش کنکی میشد برای شماها. بعدش دوباره تا 2 سال من باید میدویدم. ببین عزیزی، من اگه رفتنی بودم 3 سال پیش مزدور رفته بودم. اینجوری آویزون تو نبودم که هرچی دلت میخواد بارم کنی. خره چرا نمیفهمی؟ اون جوانایی که جمع شده بودن تو رو بیشتر از خواننده گروهتون میشناختن. اونا آهنگای تو رو میخوان. دوره عوض شده دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره. ببین دنیا داره کجا میره. دنیا دیگه مثل تو نداره نمیتونه. الو سلام علیکم. کی بود؟ طاووسی بود. کاراتو شنیده احتیاجی به نمونه کارم نیست. پاد برسه دبی با هر خواننده‌ای که بخوای میتونی آلبوم بدی. به همین راحتی. خیلی هم سخت و پیچیده.
سود کار اول 50% مال منه، 50% مال کمپانی اونا. حسابت با من که صاف شد، نصفه اونا سر جاشه، بقیه‌اش مال خودته. با شادمهرم هم اینجوری حساب کرده. اینم مال اینه که فکر نکنی عاشق چشم و ابروت هم و خاطرت خیلی میخوام. فکر نمی‌کنم، مطمئنم. منظره لس آنجلس خیلی بهتر از اینجاست. حتی دبی. چیه این؟ این شهر مال همین بچه هاست. تو باید حقتو جای دیگه ای بگیری. وقت تو مهمونیاشون آهنگای تو رو میذارن ورجه میکنن. بهترین هوش و حواسو نمیخواد. هنوز مرددی. 48 ساعته کارت راه میندازم بریم. چرا اینجا؟ میخواستم یادت باشه یه همچین جایی هم تو این شهر وجود داره. به اینجا میگن زورخونه. درش کوتاهه. وقتی که میخوای بیای تو باید سرتو خم کنی. بفهمی هیچی نیستی. یه موقعی امنیت این شهر با عیارا و پهلووناش بود. اما حالا میبینی که خالیه. از صبح تا شب دارم با آدمای سر و کله میزنم که براشون پشیزی هم نمیارزه این شهر چجوری داره نفس میکشه، که نمیدونن کجا وایسادن و دارن چیکار میکنن. وقتی بهتون میگم بچه، چون واقعا بچه اید. فکر کردید با 2 تا دیلینگ دلنگ و 4 تا مزغون میتونید دنیا رو عوض کنید؟ شما ارزی از پس خودتون بر اومدنم ندارین. بیا ببین فرقتون با ما اینه. ما صاف بودیم مثل کف دست، جونمونم کف دستمون بود. وقتی فکر کردیم یه کاری درسته انجام دادیم. شما چی؟ شما اونقدر مرد نیستین که یه چیزی بینتون بمونه. همتون هم دیگر رو لو میدین. ازتون میترسم. آخه شما به چی اعتقاد دارید؟ بعد از ما این مملکت رو دستی تقدیم میکنید. خلاص. فقط واسه همین کنسرت ما رو به هم زدی؟ فکر کردی اونقدر بیکارم که کار زندگیمو تعطیل کنم واسه مهمون یه 4 تا بچه جغل؟ بیا ببین، قاچاق هر مدلش برای پیدا کردن سرخط هر کاری که میکنه 2-3 تا فدایی میخواد. خرابکاری، درگیری با پلیس، هنوزم سرمنشأش پیدا نشده. هنوزم هر کی میره مأموریت براش همون دعایی رو میخونیم که وقت عملیات میخوندیم. آرامش این شهر هر آن میتونه به یه جهنم تبدیل بشه اگه یکی این خرابکارا فقط به خود ورق نزن. چیزی سر در نمیاری. چیزای آشناتری هم هست. 2 سال خرج داره کسی میده که نمیدونی از کجا اومده، نمیدونی داری برای چه غلطی میکنی. اون چیزی همون نخواسته. آفرین، نخواسته، اما هرچی به وقتش. حسابت که خوب سنگین شد هر کاری بخواد براش میکنی. هر کاری. ما 20 سال داریم اینجوری میجنگیم. شما چی کار میکنید؟ ما سعی میکنیم زندگی کنیم. چیزی که شما اونو بلد نبودین و به ما هم یاد ندادین. زندگی کنید.
ولی پهلوان باشید. الو سارا، کجایی؟ میخوام ببینمت. دلم میخواست یه بار دیگه دور هم جمع میشدیم، فقط یه بار، یه کار اساسی، اول و آخر. جمع میشی، ما هنوزم اجرا داریم، هنوز خیلی چیزا مونده که باید یاد خیلیا بیاریم. این چیه؟ نسخه بابامه، کولالا لامپور. میبینمت.
الو صداتو نمیشنوم نیلوفر. سامانه. آره با کاوه بودم. کاوه الان نمیتونه حرف بزنه. باشه زنگ میزنی. وای وای حوصله ندارم اما همه قصه رو میگم، همه قصه رو، حتی اون جایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جنس عالم یه سری عقده بدخی. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست. این جواز دفن و کفنه یه صدای لعنتی نیست. توی این بحبوحه شک، وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. جست بی خوابی و منگی واسه من نگیر دوباره. کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم. پای تخت دود و گوگرد قهرمان قصه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه. بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه. بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. خط موشک و تو دستت نسل من خط کشی میکرد. واسه انفجار قلبت شعر من خودکشی میکرد. جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیباد کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد. من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم. واسه تو شوخی بودیم ما، خیلی تلخ سرنوشتم. حالا هی غلط بگیر از دیکته های نانوشتم، یا که اوراق بهادار بده جای سرنوشتم. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه. بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه. بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. بین این صد تا اتوبان یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم هی نده فرمان واسه ایست. وقتی آژیر رو کشیدن توی گوش لط و پارم، خودم این بمب دستی شعرم هم شد انفجارم. یه نفر رو در و دیوار خون خاطره میپاشه. یه نفر که میگه این بار بذار انگشت رو ماشه. خیلی ساده نرسیدیم سر صحنه واسه اجرا، انگاری که محض خنده گرگ زد به گله ما. اگه چیزی رو نگفتم توی خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قصه رو تکونده. تصمه دلم برید و من از اون دقیق لالم یه سری تصویر موهوم ساخته میشه تو خیالم. ببینین زخمای کهنه دیگه پانسمان نمیشن، شدن این تیر آخر وسط جمجمه. اگه غمم افراطی بود یا بدل ذاتی بود، دست خودم نبود، رفت جنس دلم اسقاطی. منزوی شد توی قلبت یاد کارون شب دجله.
بچه های بومست یاد هجله پشت هجله، بچه های خاک و بارون یاد تریختن تو میدون، مادراشون گشت شیشه پدراشون ته دالون. پس چرا با تو غریب است نسل بی خاطره من؟ یادمون نیست که چجوری واسه هم دیگه میمردن. پاش بیفته باز دوباره روی مغربت میبارم، باز توی منطقه مین دست و پامو جا میذارم. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. پای تخت و با خون می نویسم واسه یادداشت، تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت. سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما هم از گلایه هامون عادی میشن این حوادث، اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم به سیم آخر.
Thank you.